به نام خداوند دلهای پاک. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان. انشاءالله که آدینه خوبی داشته باشید در کنار خانواده. اسلامی نژاد هستم، منتخب اول فرنگیان خراسان رضوی در انتخابات صندوق ذخیره. خب چیزی که در عموما بین برخی مسئولین ما مرسوم هست اینه که حالا نماینده مجلس، نمیدونم هر مدیری مسئولی، تا زمانی که به عبارتی رأیی از مردم میخواد هست در میان مردم، به محض که رأیش رو گرفت دیگه باز تا چند سال پیدا کردنش کار سختی. خب پیرو تماسایی که بعضا عزیزان فرهنگی داشتند، عرضم به حضور در جلساتی که خدمت عزیزان بودیم صحبت میکردن، وظیفه خودم دونستم که به هر حال یک شرح اجمالی بر آن چیزی که در صندوق ذخیره فرهنگیان میگذرد تقدیم عزیزان فرهنگی کنم. عرضم به حضورتون که خب مستحضر هستین که صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 74 و برای ارتقاء معیشت و رفاه فرهنگیان به ویژه در ایام بازنشستگی به هر حال این صندوق تأسیس شد و به هر حال فکر 28 سال گذشت. 28 سال گذشت و فرهنگیان عضو مثل خود من ماهانه، حالا شاید عدد دقیق نباشه، ماهانه حدود 150 میلیارد تومان حق و سهم خودشون دارن واریز میکنن. خب اتفاقی که در این 28 سال افتاده، هیچ نتیجه مشخصی، هیچ افق امیدوار کننده ای و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده حقیقتا. و به هر حال شاید صندوق ذخیره‌ای که من عضو یا سایر فرهنگیان عضو فکر میکردیم ما داریم یک حق و سهمی واریز میکنیم به عنوان یک به عبارتی پلی به سوی معیشت و رفاه ما باشه برای ایام بازنشستگی، چیزی ما الان داریم میبینیم تبدیل به یک متروپولی شده که بر سر فرهنگیان به ویژه بازنشستگان آوار شده. خب به هر حال از حق نگذریم، در چند سال اخیر دو سه تا اتفاق خیلی خوب افتاد. خب یکی این که انتخابات برگزار شد. قبل یک فضای مه‌آلودی بود، درهای بسته‌ای بود، هیچ فرهنگی خبر نداشت با دارایش چه اتفاقی داره میفته. بعد از انتخابات سه تا منتخبی که نمایندگان منتخبین و اعضا بودن، آقای دکتر سالاری، جناب آقای مسعودی و سرکار خانم نظرپور، به هر حال در هیئت امنا حضور دارن. حداقل نکته این هست که به هر حال اون فضای بسته قبل دیگه اتفاق نمیفته. اتفاقات تلخی که در اوایل دهه 90 افتاد، فساد گسترده‌ای که اونجا رخ داد و هنوز من منتخب فرهنگیان خراسان رضوی و شاید همه فرهنگیان ما هنوز نمیدونیم که اون دارایی‌هایی که در اون سالها به یغما رفت برگشت با کسانی که فساد کردن، تخلف کردن، چه اتفاقی رخ داد. جناب آقای بطایی وزیر وقت هم یک انتخاباتی برگزار کرد. به هر حال ما نمیدونیم انتخابات بالاخره هدف چی بود، ولی خب خروجی انتخابات باعث شد که سه فرهنگی الان در هیئت امنا حضور داشته باشن. خب همین سه فرهنگی در این چند سال الحق و الانصاف جنگیدن، مبارزه کردن، دفاع کردن تا تونستن در سال 1400 یک اساسنامه جدید مصوب کنن. خب یکی از مفاد مهم این اساسنامه بحث حضور 6 منتخب فرهنگیان در صندوق بود. مستحضر است هیئت امنا این ترکیب و این سه تا منتخبی که ما داریم عملاً وزن رأی خب یک نبرد و نابرابری هست که خب عملاً اتفاق خاص شاید نتونن رقم بزنن. خب اتفاق خوبی دیگه که در اخیراً افتاده بحث احقاق حق مالکان یا سهم مالکان است. خب در اردیبهشت ما در مراسم افتتاحیه یک توفیق حضورم داشتم، وزیر سابق، وزیر فعلی بودن و اگر سهم مالکانه واقعا اتفاق بیفته به نظر من میشود به آینده امیدوار بود. به هر حال امیدواریم که این اتفاقات خوب استمرار داشته باشه. خب در این ایام خیلی مطالبه گشتن تو بحث صندوق، شاید خیلی از تشکل‌هایی که در سالهای قبل روزه سکوت گرفته بودن، اصلا براشون مهم نبود که در صندوق ذخیره فرهنگیان چه اتفاق میفته، الان روزانه و هفتگی دارن فراخوان میزنن، مطالبه میکنن. به هر حال به نظر من اگر تشکلی بناس اتفاقی و پیگیری هم داشته باشه خوبه که این رو در تمام ایام داشته باشه، نه در یک مقطع خاصی برای
کوبیدن فرد یا اشخاص خاصی خب این خیلی شاید خوشایند نباشه. خب یک نکته که خیلی از عزیزان سوال داشتن بحث ماهیت خصوصی صندوق هست. نگاه کنید اظهر من الشمس، ماهیت خصوصی صندوق بر اساس تبصره 63 برنامه دوم توسعه سال 74 این صندوق تأسیس شده. در همون زمان در ثبت شرکت ها هم اساسنامه‌اش ثبت شده، یعنی ثبت شرکت ها هم شده و نمیخواد خیلی سواد حقوقی آنچنانی داشته باشین، خیلی با یک سواد حقوقی مختصر هم این خصوصی بودن صندوق مشخص. حالا اینکه چرا دوستان هر چند سال یک گریزی سمت این بحث میزنن و چه هدفی دارن برای ما حقیقتا هنوز مشخص نیست. به هر حال دولت هم در زمان که این صندوق تأسیس شد متأهل شد که برای تشویق فرهنگیان به اندازه آورده فرهنگیان دولت هم در راستای کمک به بخش خصوصی و از محل ماده 17 بودجه سالانه کمکی داشته باشه که خب این از برنامه 5 تا الان حقیقتا اتفاق نیفتاده. نکته بعدی بحث مالکیت صندوق هست. خب وقتی مالکیت و ماهیت خب دو تا بحثی هست که با هم عجین هست. وقتی ما ماهیت صندوق خصوصی است و صندوق از محل آورده من و سایر اعضا تأسیس شده است، خب مشخصه که مالکیتش با این اعضا هست و اصلا توش هیچ بحث و حرفی نیست. ولی کسی که مالک یک صندوقی بوده از 28 سال قبل آورده داشته، بعد از 28 سال، بعد از 26 سال، 24 سال که بازنشست میشه، الحق و الانصاف مبلغ خاصی دستشون نمیگیره. به هر حال همون حق سهم خودشون میگیره، مبلغ واریزی دولت یا مثلا یک سود متعارف شاید بانکی رو دریافت میکنه، در صورتی که مثلا این مبلغ رو اگر از 28 سال پیش هر جای دیگه سرمایه‌گذاری میکرد قطعا اتفاقات خیلی بهتر رقم میخورد. نکته بعدی در بحث مدیریت هست. نگاه کنید مدیریت چه در سطوح عالی، چه در سطوح میانی، چه در سطوح پایه، حقیقتا در صندوق ذخیره فرهنگیان نه تنها من فکر میکنم که همه عزیزان اتفاق نظر دارن که ما ابهام داریم شایسته سالاری اصلا اتفاق نیفتاده. خب در هیئت مدیره و هیئت امنا ما بحث تعارض منافع رو حتما به نظر من داریم. نمی شود که ما یک کارشناس جز تو یک اداره کوچیک رو مثلا بگیم شما چون یک پیش دبستانی دارید شما تعارض منافع شامل، شما باید به حال این مسئولیت این کارشناسی رو نداشته باشی. ولی خب اون طرف قضیه به هر حال در اضلاع و ارکان و قسمت‌های مختلف هیئت امنا و هیئت مدیره ما این تعارض منافع رو شاهد هستیم که حالا شاید یکی از آثار تعارض منافع همین ساختمان علاقه‌مندان هست که به هر حال مال صندوق ذخیره فرهنگیان هست ولی سالهای سال ساختمان وزارت اونجا هست. و این نکته هم توجه کنیم که صندوق ذخیره فرهنگیان از تمام مختص تمام فرهنگیان نیست، مختص اون فرهنگیانی هست که عضو این صندوق هستند. یک شعر قشنگ صاحب تبریزی داره میگه که گر وا نمی‌کنی گرهی خود گره مشو. جناب آقای نماینده مجلس، حالا روی سخنم با برخی نمایندگان مجلسه که به هر حال مجلس دو تا رسالت اصلی داره، تقنین و نظارت. خب در اون سالهایی که اتفاقات تلخ در ابتدای دهه 90 افتاد شما چقدر نظارت و پیگیری کردین که اون متخلفین باهاشون چه اتفاقی افتاد؟ و الان در حال در لایحه برنامه هفتم توسعه شما پیشنهاد دادین که به هر حال اساسنامه جدید نوشته بشه. خب من نمیدونم وقتی که حوزه قانونگذاری و یک رکن قانونگذاری این موضوع بدیهی و یک صندوق کاملا خصوصی است میاد مثلا میگه باید به هر حال اساسنامه رو دولت تایید کنه و مجلس تصویب کنه، آیا در تمام مؤسسات و صندوق‌های خصوصی شما هم اتفاقی رقم میزنید میگین که دولت باید اساسنامه‌اش رو تایید کنه و مجلس باید تصویب کنه؟ به هر حال ما حداقل توی صندوق ذخیره تا الان 4 تا ارزم به حضور شما اساسنامه داشتیم که آخرین اساسنامه‌اش در تاریخ 22/4/1400 مصوب شد، هنوز اجرایی نشده. و به هر حال از منظر قانونی به نظر من ورود نمایندگان مجلس به صندوق کاملا خصوصی ذخیره فرهنگیان کاملا به نظر من غیر قانونی هستش. و آخرین نکته، فراخوانی اخیراً در فضای مجازی از طریق صندوق ذخیره فرهنگیان اومد که بنا هست یک سری فرزندان فرهنگیان رو استخدام کنه در صندوق ذخیره به عنوان کسی که در حالا در این چند سال در جلسات مختلف در همایش‌ها و گرد همایی‌ها حضور داشتم.
و شخصا از مدیر عامل هم این رو مطالبه کردم. چرا در 60 شرکت تابعه این شفاف سازی انجام نمیشه که شما چقدر نیرو دارید، این نیروها از کجا جذب شدن، با چه فرآیندی استخدام شدن. ساختمان ونک را اگه دوستان رفته باشن، ساختمان بسیار شیک و مجلل ونکی که بالاخره از آورده من و شما فرنگی اتفاق افتاده، انسان‌های زیاد در شرکت‌ها، در حدود 60 شرکت تابع مشغولن و ما نمیدونیم که اینها با سفارش اومدن، با استخدام اومدن، با فرایند اومدن، به چه صورت بوده. و این به نظر من حق بدیهی فرهنگی هست که بداند که بالاخره این چه کسانی دارن اونجا استخدام میشن. اگه بنا از استخدامی باشد، حتما و حتما اولویت باید با فرزندان فرهنگیان عضو باشد. امیدوارم که به هر حال دوستان در این 28 سال خب خیلی اتفاق خاص نیفته. الان اگر خدمتی به فرهنگی عضو نمی‌کنن، لااقل یک سری اتفاقات پوپولیستی، یک سری اتفاقات، یک سری کارهای شعارگونه رو انجام ندن و به هر حال تا زمانی که شفافیت نباشه، اعتماد فرهنگی جلب نشه، به نظر من شاید خیلی دورنمای امیدوار کننده رو ما شاهد نباشیم. انشالله که حال صندوق ذخیره فرهنگیان خوب باشه، اعضای صندوق به حق خودشون برسن و سهم مالکانه هم انشالله در اولین فرصت احیا شود. درود بر شما، تندرست و برقرار باشید.